به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. درود بر شما دوستان گرامی، در خدمت شما هستیم با ادامه داستان 7 خوان رستم. در بخش قبلی 2 خوان از 7 خوان رو با هم مرور کردیم. الان میخوایم بریم خوان 3 و 4 رو امروز در خدمتتون با هم دیگه بخونیم. به جایی که تنگ اندر آمد سخن، پناهت به جز پاک یزدان مکن. که هر کس که از دادگر یک خدای، به پیچت خرد را ندارد به جای. تهمتن پس از ستایش یزدان سر و تن در چشمه شست و اسب را سیراب کرد. آنگاه تیر و کمان برگرفت و به دنبال شکار گور رفت. پس از آن که پهلوان خورد و آشامی، تصمیم به استراحت گرفت. برخش دلاور گفت که در صورت حضور دشمن بیدارش کند و خود به جنگ نره دیوان بر نخیزد و در کنار چشمه دراز کشید و به خواب رفت. شب بود و تاریکی بر بیابان و چشمه سایه افکنده بود. در آن نزدیکی اژدهایی میزیست که دیوان نیز از وی میگریختند، در یارای مبارزه با او نداشتند. اژدها به نزدیک آبگیر رسید و پیلتنی را خفته بر کناره آن یافت. اسبی آشفته و پریشان در اطراف او میتاخت و میخروشید. اژدها خشمگین شد و اندیشید ایشان که هستند و در بیابان او به دنبال چه میگردند؟ بیگمان ره گم کرده و ناآشنایند، وگرنه همه میدانند که این چشمه نشستگاه اژدهاست و کسی را جرأت نزدیک شدن به آن نیست. فکر کرد که این دو نیز از چنگ وی به سلامت جان به در نخواهند برد. به سوی سوار خفته حمله آورد. رخش با آشفتگی نزد تهمتن آمد و با خروش پای بر زمین کوبید. رستم از خواب برجست و دست به سلاح برد. اژدهای نیرنگ باز چون این بدید مخفی شد و تهمتن هرچه جستجو نمود مهاجمی نیافت. برخش پرخاش کرد که چرا بیهوده از خواب بیدارش کرده و دوباره سر بر زمین نهاد و به خواب رفت. اژدها از مخفیگاه خارج شد و به سوی رستم خزید. رخش باز غران و نگران سم بر زمین کوبید و تهمتن را از خواب پراند. پهلوان جوان باز در قلب تاریکی اطراف را نگریست. اژدها دوباره پنهان شده بود. تهمتن با درشتی به رخش گفت که او را چه شده که نگران و بی‌طاقت است و خواب را بر سوار خسته نمیپسندد. غرید که اگر بار دیگر بیهوده از خواب بیدارش کند، در بیابان رهایش خواهد نمود و خود پیاده به مازندران خواهد رفت. تو را گفتم از شیر آید به جنگ، ز بهر تو آورم من او را به چنگ. نگفتم که امشب به من برشتاب، همی باش تا من بجنبم ز خواب. تهمتن باز به خواب رفت و اژدها باز از زهانگاه بیرون آمد و به سویش حمله برد. رخش دلاور نمیدانست چه باید بکند. از سوی رستم او را از جنگ با دد و دیو منع کرده بود و از جانب دیگر چنان که بار دیگر تهمتن را بیدار میکرد و اژدها به مخفیگاه میگریخت بر جان ایمن نبود. اژدها به پیلتن خفته نزدیک شد و جای درنگ نبود. رخش دوباره به سوی رستم خیز برداشت و غرش آغاز کرد. پهلوان از جا پرید و دست به تیغ برد تا بر رخش بتازد که اژدها به او نزدیک شد و به رستم حمله کرد. بغرید برسان ابر بهار، زمین کرد پر ز آتش کارزار. تهمتن به سوی اژدها حمله آورد و چنان که رسم نبرد است ابتدا نام حریف پرسید و گفت که از چنگ تهمتن زنده بیرون نخواهد رفت. اژدها پاسخ داد کسی را یارای مبارزه با او نیست و سراسر این دشت و آسمان آن به او تعلق دارد. عقاب را یارای پریدن در آسمان او نیست و ستارگان در خواب هم جسارت
جسارت دستیابی به زمین او را ندارند. از پهلوان تیغ به کف پرسید که نام او چیست، زیرا مادرش بر او زار خواهد گریست. رستم نام و تبار پر افتخارش بگفت و به اژدها هشدار داد که او و رخش به قدر لشکری نیرو دارند و هیچ اژدهایی را توان زورآزمایی با آن دو نیست. اژدها و تهمتن به هم پیچیدند و نبرد آغاز گشت. رخش دریافت که اژدها حریف نیرومندی برای سوار خسته و نخفته است و به یاری رستم شتافت. رخش و رستم با یاری یکدیگر در جنگی سخت بر اژدها پیروز شدند و سر از تنش جدا نمودند. بزد تیغ و بنداخت از تن سرش، فرو ریخت چون رود خون از برش. رستم خسته و خون‌آلود به درون چشمه رفت و سر و تن از ناپاکی و خون اژدها بشست و داور دادگر را ستایش کرد. به یزدان چنین گفت که ای دادگر، تو دادی مرا دانش و زور و فر، که پیشم چه شیر و چه دیو و چه پیل، بیابان و بی آب و دریای نیل. رستم پس از ستایش یزدان پاک استراحت کرد. پس از استراحت رستم بر رخش سوار شد و به سفر ادامه داد. روزی را در بیابان بود تا به هنگام غروب به مرغزاری خسرو و خرم رسید. در سایه‌ساری سبز و دلکش در کنار آب روان و پاک، چشم پهلوان خسته و گرسنه به خوان گسترده‌ای افتاد. گویی کسی انتظار او را می‌کشید و برایش سفره گسترده بود. بز کوهی بریان شده و نان و نمکدان و می لعل فام بر سفره چیده بودند. تهمتن چشم چرخاند و کسی را در آن اطراف ندید. از اسب فرود آمد و زین از پشت او برداشت، دست و رویش بشست و بر سفره آماده نشست. در کران سفره تنبوری بود که رستم دلتنگ آن را برداشت و نغمه‌های تنهایی ساز کرد که آواره بدنشان رستم است، کزو روز شادی بهره کم است. نالید که میدان جنگ خانه اوست و به جای آرام زیستن و شادی در بستان میبایست در بیابان به دنبال آب بگردد و به جای تفرج با نره شیر و اژدها نبرد کند. از روزگار گلایه کرد که به جای می و جام و گل و مرغزار، کام نهنگان و جنگ با پلنگان برایش مقدر داشته. رستم دستان از روزگار می نالد و آرامش و همنشینی با نگاری را آرزو می کند. سختی سفر تهمتن جوان را بیتاب کرده و ارادهش را به بازی گرفته است. رستم خسته است و جام خوشگوار و دلدار پرنگار می طلبد. جادوگر بدنهادی که خان را برای فریب رهروان بیتاب گسترده بود، سخنان پهلوان را شنید و او را آماده لغزش یافت. خویش را چون عروس بیاراست و نزد گرد دلاور آمد. نزدیکش نشست و با او سخن گفت. تهمتن از یافتن چنین مصاحب زیبارویی در مرغزار شاد شد و سپاس یزدان گفت. ندانست کو جادوی ریمن است، نهفته به رنگ اندر اهریمن است. پهلوان برومند سیستان جام می در کف زیباروی مازندرانی نهاد و دادار نیکی دهش را یاد کرد. با شنیدن نام کردگار، گلرخ جوان تغییر چهره داد. پلید روان بود و تحمل نیکی اندیشی را نداشت. رنگ رخسارش به تیرگی گرایید و رستم دانست که فریب خورده است.
تهمتن پهلوان بود و آماده نبرد با تیرگی. کمند انداخت و سر جادوگر بداندیش را در حلقه گرفتار کرد. جادوگر چهره پرآژنگ خویش به رستم دستان نمایاند و پور دستان بیدرنگ از میانش برداشت. میانش به خنجر به دو نیم کرد، دل جادوان را پر از بیم کرد. سپس برخاست و زین و برگ آماده ساخت و به سفر ادامه داد. خب دوستان، امروز هم 2 خوان رو که شامل اژدها و جادوگر بود با هم خوندیم. تا بخش بعدی شما رو به خداوند مهربان می سپارم. روزگار بر شما خوش باد.